سوره مبارکه بقره آیه 17 تاریکی های پیچ در پیچ. بانو اتیکا. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. آیه 17 در مورد نور و ظلمات صحبت میکنه. نور مفرد میاد چون یک چیز پاک و روشن و صاف نوره، ولی این تاریکی هست که پیچ و واپیچ داره، تعدد داره، کثرت داره. ظلمات میگیم بهش، یعنی ظلمات جمعی که کثرت در اون هست و ذاتیه، یعنی ظلمات کثرت و زیاد بودن و پیچ هم داشتن براش ذاتیشه. چرا؟ به خاطر اینکه یه فردی، یه نفسی که از اسلام و حقیقت دور میفته یه دونه دروغ میگه. برای اینکه این دروغش رو درست کنه 3 تا دروغ دیگه میگه. برای اینکه اون 3 تا دروغ رو درست کنه 10 تا دروغ دیگه میگه. ببینید هی ظلمت میاد، هی پیچ در پیچ تاریکی ها تو وجودش متراکم میشه، هی تیره تر میشه با این عرضیات و دروغ ها و غیر واقعیت ها. پس نور ذاتی وجود انسانه ولی ظلمات عرضیه. ولی گفتیم تو قیامت چی میشه؟ همه این ظلمات حقیقی میشه.